ذهن و افکار ما واقعا وحشتناکه. در حقیقت میدونید چرا؟ چون که شما تصور کنید این صدایی که تو سرتون همش پلی میشه، خب مثلا ذهن و افکارتون و ایناست که معمولا هیچ کدوم الان بهش کنترل نداره. من یکی کار کرده باشیم روش، فکر کنید به این یه شخصیت بدین و این شخصیت کنار دستتون تو خیابون شروع کنه راه رفتن با شما. هر کسی ببینتش میگه بابا این مشکل داره، دیوونه است اصلا چرا مدام داره این حرفا رو میزنه، هی قضاوت میکنه، هی لاینش رو عوض میکنه، راجع به این موضوع، راجع به موضوع، فکر. حالا فکر کنید ما با این زندانی هستیم الان. بهتر نیست یه فکری به حالش کنیم؟ خیلی نکته مهمیه ها، جدی. یعنی ما واقعا باید روی ذهنمون کار کنیم، روی افکارمون کار کنیم، همه رو دسته‌بندی کنیم، درست کنیم. چی هر فکری خودش بخواد راه میفته میاد توی ذهن ما. واقعا خیلی بده. نه